اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. ای قوم با حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست بیایید بیایید. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام شما عزیزان و بینندگان گرامی. با شما هستیم در روزهای حج و در ماه حج و در یک از برنامه های دیگر رکن پنجم. امروز در استودیو با من مهمان گرامی هستند جناب استاد محمد انصاری. سلام علیکم و رحمت الله. استاد خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استاد خوش آمدین. بعد از مدت ها با شما هستیم. سلامت باشید. استاد امروز درباره پیرامون و موضوع حج، محراب توحید میخوایم با شما کلام و سخنای داشته باشیم در این مورد. و همونطور که استاد میفهمیم در روزهای حج، در ماه حج قرار داریم، در این ماه مبارک و مکتب حج، مکتب اخلاق و خیلی موضوعات زیاد داره. امروز میخوایم درباره ازی که حج با توحید چه ارتباط داره در این موضوعات گفت و شنودهایی داشته باشیم با شما. استاد در نخست همین سوالم است که حج با توحید چه ارتباط داره؟ بله. حج و همه عبادت هایی که الله سبحانه و تعالی برای ما فرض کرده، همه اینا هدف حقیقی و اصلیش رسیدن به توحید است. بله. پیش از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به دین اسلام دعوت بکنند و مردم رو به سوی آخرین دین و آخرین کتاب آسمانی فرا بخوانند، عبادت بود. یهود عبادت میکردن، نصارا عبادت میکردن، بودایی ها عبادت میکردن، بت پرستان به نوعی عبادت میکردن. همه اینا عبادت هایی بودن که در اون زمان رایج بودن و یک اصلی داشتن، یک اصل آسمانی داشتن. مثلا یهود عبادت هایی که انجام میدادن از فراغ نیامده بود، یک اصل آسمانی داشت در تورات، منتها تحریف کرده بودن. نصارا عبادت هایی که انجام میدادن عبادت هایی بود که یک اصلی در انجیل داشت اما به شکلی تحریف شده بود. حتی بت پرستایی که شما برید مثلا یک هندو را، الان هندوی بت پرسته، بپرسین که آیا خدای حقیقی یا همون بگوان شما یا همون آفریدگار شما همین بتی است که رام و کرشنا و فلان اینا که شما در روز سجده میکنید؟ دیده باشین در هندوستان مثلا در معابدشان هست. میگن نه نه نه، اوپروالا. این اوپروالا در هندوستان این چیز است، یعنی وقتی کار به جای باریک بکشه چی میگن؟ اوپروالا که حاتمه، یعنی در دست او کسی است که در بالا هست. همه بت پرستا اعتقاد دارن که یک خدایی هست در او بالای بالا که جهان او اداره میکنه، مشکلات را او حل میکنه، رزق و روزی را او میده. اما اینا که هستن، اینا واسطه ها هستن، وسیله ها هستن. حتی بت پرستان زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، و این سخن مشترک همه بت پرستا و همه مشرکین در کل دنیاست. چی میگن؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا.
در سوره زمر الله سبحانه و تعالی بله. از زبان اونها بیان میکنه که وقتی پیامبر به اونا میگفت که خب این بت‌ها که خدا نیستن، این بت‌ها پروردگار نیستن، میگفت که ببینید ما این بت‌ها را پرستش نمیکنیم، ما اینا را عبادت نمیکنیم، اینها فقط وسیله رسیدن ما به خدا هستن. امروز هم بعضی از قبر پرستا نمیگن که بله. والله ما آبرو نداریم پیش خدا، نمیدانیم چی کار بکنیم، ما میریم به این زیارت و به این قبر ایره شفیع قرار میدیم، واسطه قرار میدیم که خداوند مشکل ما رو حل بکنه. بله. دقیقاً مشکل همین رو میگفتن این لات و منات و عزا، یغوث و یعوث و نصر و خداهایی که بودن، بتایی که جور کرده بودن، درست. اینها میگفتن ما رو فقط وسیله رسیدن ما به خدا هستن، یکی از راههای رسیدن به خدا هستن. به همین دلیل ما اینها رو در حقیقت پرستش نمی کنیم، اینها واسطه میشن پیش خدا، شفاعت ما رو میکنن پیش خدا. اسلام آمد که همین واسطه ها رو از بین ببره. درست. اسلام هدف اساسیش آمد که این واسطه ها رو از بین ببره، آمد که به مردم بگه که هر عملی که به عنوان عبادت برای پروردگاری انجام میدهید، برای الله سبحانه و تعالی انجام میدهید، این باید خالص برای الله سبحانه و تعالی باشد. به همین دلیل الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پس هدف اصلی از آفریدن انسان ها چی است؟ عبادت. خب اگر اینطوری بود که پیش از اسلام مردم عبادت میکردن. درست. علما آمدن در تفسیر لیعبدون چی گفتن؟ گفتن اینجا تفسیر یا رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیانگر قرآن، مفسر قرآن هستن، بیان فرمودن که لیعبدون یعنی لیوحدون، یعنی الله را به یکتایی بپرستند، الله را به یکتایی عبادت بکنن. ببینید عبادت عملی است که در اون دو چیز شرط اساسی و مهم است. خب یکی نیت، یکی اخلاص. درست. نیت و اخلاص و سومین چیز هم وجود داره که طبق قرآن و سنت باشه، اما بحث ما سر دو موضوع اول است، نیت و اخلاص. بله. عبادت را فقط و فقط باید برای الله انجام داد، فقط و فقط. بله. اگر کوچکترین نظری، توجهی به غیر الله در عبادت وجود داشته باشه، انسان مرتکب چی میشه؟ شرک. این رو میگن شرک خفی. سبحان الله. شرک خفی، شرک پنهان. یعنی درست. شرک پنهان در حدیث میگه که شرک پنهان چنان پنهان هست که مردم متوجه نمیشن، مانندی که در یک شب تاریک بله بر روی یک سنگ سیاه یک مورچه سیاه راه بره. دیده میشه؟ نخیر. شبم سیاست، سنگم سیاست، مورچه هم سیاست. دیده میشه؟ نخیر. شرک خفی به همین اندازه خطرناک است، مردم به سادگی متوجه نمیشن. الله اکبر و نماز ایستاده، درست. میبینه که حالا مادرش وارد شد، دیگه کمی سر بعد خدا خوب میکنه، دیگه خوب طولانی قرائت رو شروع میکنه، کوشش میکنه دوامدار بخوام. بله. چی که مادرش والله بچه‌م ببین چقدر با متقی و پرهیزگار است. این شرک است. الان شما به جای اینکه توجهتان به الله باشه که این نماز رو خاص برای الله میخوانی، یک کمیشه اختصاص دادی به مادر که مادر خوشش بیاد، نه؟ پس در اینجا مادر رو شریک کردی در عبادت الله سبحانه و تعالی. اسلام آمد که بگه به انسان ها که معبود فقط یکتاست، عبادت فقط برای اوست، هیچ واسطه و وسیله‌ای نیست. فهمیدی؟ و خالص و مخلص باید برای الله سبحانه و تعالی انجام بگیرد، هیچ کسی دیگری در او شریک نیست. استاد یک سوال داشتم. بفرمایید. بسیار معذرت میخوام. استاد اینا همه گفتین که کسی که مثلا مادرش، همین مثال که دارین مادرش میه، این نظر به نیت است یا در کل؟ چون که استاد بعضی کسا در بعض مواقع کوشش میکنه نماز خوبتر بخونه تا دیگرها تشویق شود، در این صورت چطور میشه؟ ببینید در عبادت اصلا نباید غیر از خدا مد نظر باشه. اخلاص یعنی امین. یکی رو میگه که میگه والله یک رفیق دارم بسیار مخلص است، بله، یعنی به اندازه‌ای که من رو دوست داره کسی دیگری رو دوست نداره. درست. رفتاری که با من میکنه با کسی دیگه نمیکنه، توجهی که به من داره به کسی دیگه نداره. اگر امین رفیقتان اما اندازه‌ای که به شما توجه داشت یک کمی به کسی دیگه توجه، آره میگه رفیق مخلص است؟ نخیر، نمیشه. یک مثال در زمین است. اما در مورد الله سبحانه و تعالی هیچ کسی دیگری در عبادت نباید
مد نظر باشه غیر از الله سبحانه و تعالی. پس اسلام آمد که به ما بگه که همه عبادت ها فقط و فقط خالصانه برای الله سبحانه و تعالی باید باشد و غیر از الله کسی دیگری را در نظر نگیریم. گفته الله سبحانه و تعالی را عبادت کنین چی؟ مخلصین له الدین، فقط مخلص و خالص برای الله سبحانه و تعالی باشید و او را عبادت بکنید. حج هم یکی از این مظاهری است که الله سبحانه و تعالی او را قرار داده است برای به یکتا پرستیدن ذات اقدس او. استاد یک سوال دیگه هم داشتم خیلی کوتاه درباره فلسفه عبادت، چون که بعضی کسا این تو یک سوال ایجاد میکنن، میگن اگر که تمام زندگی عبادت است و ما خاطر عبادت خلق شدیم، پس ای که کاری که میکنیم، ازدواج که میکنیم، زندگی که میکنیم، این چی است؟ همه اینا عبادت است. هر عملی که انسان انجام میدهد عبادت است. هر عملی که انسان انجام بدهد به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی عبادت است. نیت شرط است. لحظات پیش گفتم دو چیز مهم است، نیت و اخلاص. مثلا شما امروز از خانه خارج شدید که اینجا در استودیو بیایید این برنامه را اجرا بکنید. بله. اگر هدف شما این باشد که آخر ما حقوق خودم را بگیرم، که شاید هم حقوق ندن به شما به هدفتان میرسید، آخر حقوق خودتان را میگیرید. بله. و سلام، در این دنیا حقتان رو گرفتید. اما اگر که با این نیت خواهید بار الها تو به من کمک کن که امروز میرم این برنامه رو اجرا میکنم، شاید به سبب دیدن این برنامه تعدادی از برادران و خواهران مسلمان ما به سوی توحید بیاین یا اشتباهاتی که در عقیده و توحید دارن اصلاح بشود. بله. شما اجر و پاداش همه کسانی که از این برنامه مستفید شدن رو هم میگیرید، به علاوه اینکه حق دنیای خودتان و حقوق دنیای خودتان رو هم به دست میآورید. بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که در جمع صحابه نشسته بودن، مثلا کسی ازدواج میکنه. بله. امروز کمتر انسان هایی هستن که به ازدواج به دید عبادت ببینن. به خاطر همین ما امروز مشکلات زندگی، مشکلات زن و شوهر، طلاق ها، تربیت فرزندان، فساد، جنجال های خانوادگی. بله. سبب چی است؟ چون هدف اصلی فراموش شده است. هدف اصلی چی است؟ که ما وقتی که ازدواج میکنیم به این نیت ازدواج بکنیم که ما داریم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را عملی میکنیم. النکاح سنتی، نکاح سنت من است. ازدواج نشانه ای از قدرت الله سبحانه و تعالی است. بله. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. پس الله سبحانه و تعالی ازدواج را که نشانه قدرت خود قرار داده. وقتی شما به یه هدف ازدواج بکنید که عفت خود را حفظ بکنم، عفت یک زن مسلمان را حفظ بکنم، در چارچوب شریعت و قانون اسلام با هم زندگی بکنیم در زیر یک سقف. بله. پس در حقیقت یک عبادت است. درست. هم پیروی از سنت کردید، هم پیروی از کلام الله سبحانه و تعالی کردید. پیامبر در جمع صحابه فرمودن که گفتن این چیز صدقه است، دور کردن یک سنگ از راه صدقه است، حرف نیک صدقه است، تبسم، همین لبخندی که الان شما دارید به طرف من میزنید این صدقه است. در نزد الله سبحانه و تعالی همین الان داره مینویسه هر ثانیه فلان بنده من یک صدقه داد. فرمودن و فی بضع احدکم صدقه، وقتی که با همسرتان هم بستر میشوید صدقه است. صحابه تعجب، یا رسول الله یکی از ما میره در زیر رخت خواب شهوت خود را ارضا میکنه، بعد صدقه است. فرمودن که اگر میرفت زنا میکرد چی میشد؟ گفتن گناهکار میشد. پس امروز که در راه شرعی داره این کار رو انجام میده صدقه است. پس همه زندگی ما عبادت است. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این نیت است. بله. نیت مهم است که تو زندگیت رو در راه الله سبحانه و تعالی قرار بدهی. بله. زندگیت، مرگت، عبادت‌هایت، مناسکت، همه چیزت، نمازت، همه چیز برای الله سبحانه و تعالی باشه. این از بنده مؤمن و موحد. مثلا توحید کدام شیرینی نیست که شما برید از شیرینی فروشی بخرید، یا کدام لباسی نیست که شما بپوشید. توحید این است که انسان نیت خود را به اخلاص خود را فقط و فقط برای الله سبحانه و تعالی قرار بده. تمام به همین اندازه است. درست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. باید در جای دیگه میگه و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. امر نشدن مگر اینکه پرستش بکنن چی؟ یک خدا را، یک پروردگار، یک رب را. حج هم
ما میگیم حج تجلیگاه توحید است. چرا؟ هر عبادتی یک شعار داره. بله. هر حزبی، هر گروهی، هر سازمانی، هر شرکتی، هر مؤسسه‌ای یک شعار داره برای بله. خودش. مثلا ما میگیم که ندای حق، ندای توحید و بله. حقیقت. ندای توحید و حقیقت شعار ماست. درست؟ هر مثلا یک شرکت هواپیمایی است، شعارش چی است؟ خدمت به شما افتخار ماست. بله. شعارشان است. یعنی از این شعار میخوان بگوین که ما هدف ما خدمت به شماست، از اینکه به شما خدمت میکنیم و شما با راحتی سفر میکنید ما افتخار میکنیم. درست. پس همه شرکت ها و مؤسسات و انسان ها و مجتمعات و اینا یک شعار ویژه و خاص خودشان دارن. درست. عبادت ها هم شعار خاص خودشان دارن. شعار نماز مثلا چیست؟ از هر رکنی به رکن دیگه که منتقل میشوید در نماز چی میگید؟ الله اکبر. شعار نماز الله اکبر است. درست. شروع میکنی الله اکبر، پروردگارم بزرگ است. درست. این نیست که فقط این حرف رو بزنی، باید با تمام وجودت احساس بکنی که الله اکبر گفتی یعنی در مقابل یک پروردگار عظیم صاحب قدرت و جلال و عزت و جبروت و ملکوت ایستاده ای. وقتی که این رو در وجودت احساس بکنی چی است؟ احساس میکنی که داری با پروردگارت صحبت میکنی. درست. پس شعار نماز الله اکبر است. درست. از وقتی ایستاده هستی به رکوع میری چی میگی؟ الله اکبر. از رکوع بلند میشی چی میگی؟ الله سمع الله لمن حمید. بعد دوباره به سجده میری چی میگی؟ الله اکبر. از سجده بلند میشی چی میگی؟ الله اکبر. پس به سجده میری الله اکبر. باز بلند میشی الله اکبر. شعار نماز از یک رکن به رکن دیگر منتقل شدن الله اکبر است و بزرگی یاد کردن الله سبحانه و تعالی. یک از شعارهای دیگری که ما در نماز داریم که نماز بدون اون نمی شود چی است؟ سوره حمد. از اول تا آخرش حمد و ثنا و به بزرگی یاد کردن کی است؟ رب متعال، الله سبحانه و تعالی. حج هم شعار داره. درست. شعار حج چی است؟ حج که شروع میکنیم همین که احرام که میبندیم اولین کلماتی که بر زبان میاریم چی است؟ لبیک الله، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پس ما اولین کلماتی رو که بعد از احرام بستن بر زبان ما جاری میکنیم چی است؟ شعار حج است. شعار حج چی است؟ اسمش تلبیه است، لبیک است. بیایم با هم ترجمه کنیم ایران. درست. لبیک اللهم لبیک، پروردگارا من به خدمت تو ایستادم. سبحان الله. لبیک، به خدمت تو ایستادم. لا شریک لک لبیک، هیچ شریک و مثل مانند و امتایی نداری تو. درست. در خدمت تو حاضرم. ان الحمد، همه ثنا و سپاس و ستایش لک. ان الحمد و النعمت، همه نعمت هایی که هست، هر نعمتی که در دنیا هست کی است؟ لک، از تو است. و الملک، ملک و پادشاهی هم از تو است. دیگه برای بشر چی ماند؟ هیچ. پس همه چیز در دست اوست. بله. ان الحمد و النعمت لک و الملک، سپاس و ستایش، همه نعمت ها و پادشاهی و قدرت مطلق در دست کی است؟ در دست تو است. لا شریک لک، باز تاکید میکنیم که شریک نداری تو. ببین چند بار تاکید شد در اینجا به این که الله سبحانه و تعالی شریک نداره. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک یک بار، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. دو بار تاکید به چی شد؟ به این که تو ای ذات اقدس الهی شریک نداری. پس این شعار حج است. این شعارا بی‌مورد نیست. این شعارا فقط کلماتی مرده نیست که ما فقط تکرار بکنیم. امروز حاجی صاحب میره حج، یک ماه میگذرانه در اونجا، از اونجا میاد خب مثل بلبل یاد گرفته که والا فلان کوچه رفتیم، فلان رقم بازار بود و فلان سرکینی رقم بود و هواپیما چقدر لوکس بود و یک اتوبوس های سوار شدیم که خیلی شیک بود و در هتل نانای خوردیم که بسیار خوشمزه بود و بله. از حاجی صاحب بپرسی امی لبیک، والا تو مردم همی تو لبیک میگفتند، می هر جایی که میرفتیم لبیک میگفتند. چه فهمیدی از لبیک؟ هیچ. به خاطر همین است که
طرف حج میره، از حج میه، هیچ حج برش تاثیر نمیکنه. درست. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، چنان برمیگرده کسی که حج بکنه، فساد نکنه، اعمال زشت انجام نده، گناه نکنه، چنان برمیگرده مانند این که از مادر تولد شده باشه. پس چرا حاجی ما میره، به قول معروف میگن حاجی حج رفت اژدهار برگشت؟ چرا؟ چون که حج نفهمیده. درست. از شعار حج گرفته تا همه مناسک این فقط مثل یک توتی معلمی بوده گفته. حتی گناه معلمام هست امروز، کسانی که به عنوان معلم و جاج میرن در مورد درسای اعتقادی حج، فلسفه حج صحبت نمیکنن. همه صحبتشان این است که مثل توتی او در پیش روی لاسپیکر دستش است، بلنگو دستش است، لبیک اللهم لبیک، پشتم 1000 نفر میگن لبیک اللهم لبیک. معنیش چی است؟ مفهومش چی است؟ نمیفهمن متاسفانه. همین است که حج در زندگی تاثیر نداره. نماز در زندگی تاثیر نمیکنه امروز در زندگی مسلمانان، در حالی که الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما را از فحشا و از اعمال زشت باز میداره. پس چرا نماز میخوانن مرتکب فحشا و منکر میشوند؟ چون که نماز نفهمیده. باور به خدا بکنید که حتی من الله اکبر هم نفهمیده که چی است، احساس نکرده. یک سوال از شما بکنم، ما همیشه الحمدلله همه ما نماز میخونیم، چند بار در زندگی وقتی الله اکبر گفتی این الله اکبر با تمام وجودت احساس کردی؟ خیلی کم. بعضی اصلا احساس نمیکنن. این عدم احساس الله اکبر از شروع نماز سبب میشه که انسان بقیه نماز رو مثل یک روتین، مثل که میری باشگاه ورزش میکنی. بله. استاد میگه که امروز 5 بار اینجا این عمل رو انجام بده، 5 دقیقه سر فلان چیز بدو، 5 دقیقه هم دوچرخه رو استفاده کن، 5 دقیقه روز دوم، 10 دقیقه روز سوم، همینطوری شما روتین میاد این کار رو انجام میدید. نماز امروز متاسفانه حجم برای مردم یک روتین شده. فقط بیا وایستا ادا بکن، کلماتی رو به عربی بگو، مفهومش هم نفهم، آخرش هم زودتر انجام بده که انه که سعی به دنبالش هست که زودتر باید تمامش بکنن. حجم به خاطر چی است؟ متاسفانه نمیخوایم وارد نیت‌های مردم شیم، اما خیلی از مردم حج برایشان فقط به خاطر این است که پسوند آجی اضافه شود. آجی صاحب مجیب. بله. تا پیش از اون میگفتن مجیب، بعد شد آجی صاحب مجیب یا آجی مجیب. بله. هدف فقط همیست. خیلی مردم باور بکنید هدف فقط همیست که یک کلمه حاجی به علاوه اسمشان اضافه شد. هر جمع که نام چی هست؟ حاجی فلان. بله. نامت پرسان کردم، از عبادتت که پرسان نکردم. بر رخما میکشن واجب. بله، این مشکل هست اینجا. درست. به خاطر همین ما میگیم که همه چیز باید خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشد. حج میخواهد همین توحید، اخلاص و نیت صحیح را توسط شعارش، توسط مناسکش در وجود ما چیکار بکنه؟ نهادینه بکنه. استاد گفته های خیلی خوب بود، اما ما جواب قناعت بخش بر سوالم نگرفتم. مثلا استاد حج یک عبادت عملی است، بله، اما توحید یک بخش اعتقادی است. چطور است که یک عبادت عملی با توحید که اعتقادی است ارتباط داره؟ ما میخوایم در این باره زیادتر فضا از شما بشنویم. ببینید الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم وقتی که در مورد حج صحبت میکنه، مثلا ما در سوره بقره داریم که میگه واذکروا الله فی ایام معدودات. درست. الله سبحانه و تعالی رو یاد بکنید در روزهای معدود. این روزهای معدود چی است؟ همین روزهای حج است. یا در آیه دیگری در سوره حج آیه 28 میفرماید که لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات. منافعی که در حج است به دست بیاورن و الله سبحانه و تعالی را ذکر بکنن در روزهای معدود. ببینید در هر مدرسه‌ای، بله، در هر جایی که شما میرید یک چیز را یاد بگیرید، درست، میان یک چیزایی را به شما هی تلقین میکنن. روز اولی که مکتب رفتی چند بار معلم حرف الف رو گفت تا که فهمیدی که الف الف است؟ معلم گلوش پاره شد تا که بفهمانه به شما که الف الف است، ب است، ت است، الف هیچی نداره، ب یک نقطه داره، ت دو نقطه داره. معلم چقدر زحمت کشید تا این حروف رو هم معانیشه و هم شکلشه برای شما یاد بده. بله. حج یعنی ای.
حج یعنی که ببین میباشید شما از خانه خود حرکت میکنی، درست. زنت، فرزندت، پولت، دارایی، ماشین، تجارتت، همه چیز رها میکنی. انشالله. هنوز ازدواج نکنید. نه خیر. انشالله در آینده همه اینا را رها میکنید. به کجا میرید؟ برای حج خارج میشید. بله. آیا دل کندن از مال و منال دنیا آسان است؟ آسان نیست. مثلا شما میخواید یک جای سفر برید برای سیاحت، برای چکر، برای گردش، برای یک روز دو روز. سخت است که از فامیل، از خانواده جدا بشوید، یا برای تحصیل کردن یا برای هر منافع دنیایی باشد. در اینجا هیچ منافع دنیایی نیست. شما به طرف حج میرید، بله. از جیبت هم خرج میکنی، بلیط هواپیما هم خودت میگیری، خرج هتل و همه مصارف اونجا رو میدی، نه سیاحتی در کار هست و همه قید و بند است. ایره نشکن، ایره نگو، ایره حرف بد زدن نمیتونی، با کسی جنگ کرده نمیتونی، حرام خورده نمیتونی، حتی یک شاخ و برگ درخت هم شکسته نمیتونی، یک ملخی، یک مگسی پشه هم کشته نمیتونی. همه دنیا رو ترک میکنی. با چی میری به طرف حج؟ با ماشین مرسدس؟ نه. با 2 تیکه پارچه سفید. این 2 تیکه پارچه سفید علامت چی است؟ کفن است. انسان رو با 2 پارچه سفید کفن میکنن. بله. یعنی تو میگی بارالها من اولا از همه چیز دل کندم، از همه مال و منال دنیا خودم را دور کردم. بله. همون همسری که حلال است، همسر است، تو نمیتوانی با او نزدیکی بکنی. همان پولی که به اصطلاح داری، بانک ها، فلان، ماشین، همه نعمت هایی که داری، از اینا نمیتوانی استفاده بکنی. همه اینا رو ترک میکنی، میری به مکه. بله. به مجرد اینکه سوار ماشین شدی به طرف فرودگاه، چی میگی؟ لبیک اللهم لبیک. درست. یعنی به زبان حال بگوییم خدایا زندگی ما ترک کردم، مال و منال ما ترک کردم، همه چیز ترک کردم، به سوی تو دارم حرکت میکنم. درست. که انه انسان داره این دنیا رو ترک میکنه، با کفن داره به طرف سفر آخرت میره. در حقیقت سفر حج مثل سفر آخرت است. بله. روزی که شما رو در قبر میگذارن، از این مال و منال دنیا چی همراهتان میبرید در اونجا؟ فقط کفن. روزی که به طرف حج میری، از همه امکانات مادی که داری چی رو میبری همراه خودت؟ فقط کفن. پس سفر حج مثل سفر آخرت است. درست. مثل مردن است. انسان میمیره، در قبر میگذارن، هیچی از این نعمت‌های دنیا همراهش نیست. سفر حج هم که میری، هیچی از این نعمت‌های دنیا میری در اونجا، درم اتوبوسی که کارگر شهرداری، درم اتوبوسی که یک انسان فقیری که مثلا گاو و گوساله خودش فروخته به حج رفته، درست. تو تاجر میلیونرم با او در یک کرسی برابر می نشینی. شعار هر دویتان چی است؟ لبیک اللهم لبیک. لباس هر دویتان چی است؟ سفید. کفن. 2 تیکه پارچه است. آیا می تواند او مال و منال و چیزای دنیای خودش رو با خودش ببره در این سفر؟ الا به اندازه ضرورتش. در زیر یک خیمه، در یک میدان، در یک خانه، در یک جا زندگی میکنن. بله. بعد از اون وقتی که وارد سرزمین مقدس میشن، هر آنچه که بر تو حرام است بر او حرام است، هر چه که بر تو حلال است بر او حلال است. هیچ فرقی نیست. درست. نه فقیر، نه ثروتمند، حتی رئیس جمهور، حتی پادشاه، همه در یک سطح هستن. آیا در اونجا پادشاه میتونه تاجشو بیاره در میدان عرفات با تاج خود بیاره؟ نه خیر. رئیس جمهور میتونه با کت شلوار و بادیگارد و ماشین مرسدس و ماشینای آنچنانی خود بیاره در میدان عرفات؟ نه. همه در یک سطح، همه در یک لباس، همه در یک ندا، ذکر همه یکی است. این خودش یک تطبیق عملی است که شما در پیشگاه پروردگاری حاضر هستید که همه شما پیش او یکی هستید. درست. همه شما پیش او بنده هستید. وقتی که شما فوت کردید، من فوت کردم، رئیس جمهور فوت کرد یا که یک ثروتمند فوت کرد، آیا وقتی که ما رو جنازه ما رو در مسجد میگذارن یا در بیرون مسجد میگذارن برای جنازه، میگن که جلالت مآب رئیس جمهور فلان کشور یا والا حضرت شاه فلان کشور؟ نمیگن. جنازه است.
دعای میت میخوانی. آیا دعای میت که میخوانی بله. دعا برای یک پادشاه و برای یک فقیر فرق میکنه؟ فرق نمیکنه، همه یکی است. درست. همه این تطبیق های عملی نشان دهنده این است که حج میخواهد ما را وارد یک مدرسه بکند که در اون مدرسه فقط یک معلم است، بله. یک صاحب است، یک آفریدگار است، یک رازق است، یک شخصی است، یک ذاتی است که همه کار است و او الله سبحانه و تعالی است. درست. بعد از اون همه این انسان ها، همه این مسلمان ها به طرف یک خانه طواف میکنند، به طرف یک خانه نماز میخوانند. این یک علامت دیگری است که الله سبحانه و تعالی میخواهد به ما بگوید که شما با وجود همه اختلافات طبقاتی و نژادی و قومی و فلان و علانی که دارید، بله. همه شما بنده یک خدایی هستید که امروز این خانه تجلیگاه اوست و همه شما با هم به اطراف این طواف میکنید. درست. همه اذکار، همه شعارهایی که در طول حج داده میشه چی است؟ شعار توحید و دوری از واقع شرک است. واقع استاد، واقعا در برنامه های رکن پنجم آدم واقعا احساس میکنه که حج تنها یک مناسک نیست، یک عمل نیست، فقط یک مدرسه ای است که انسان به اخلاق میرسانه، به صبر و به تحمل. و امروز در این باره فهمیدیم که حج انسان به اعتقادات بالا میرسانه و افکار انسان رو تغییر میده در باره خود. استاد، از این که گلوی شما هم کمی گرفت، با اجازهتان یک وقفه بگیریم. سلامت باشید. عزیزان گرامی، بعد از یک وقفه کوتاه با شما خواهیم بود. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك با سلام مجدد خدمت تمام شما عزیزان گرامی. امروز درباره موضوع حج، محراب توحید با شما هستیم در برنامه رکن پنجم و مهمان ما استاد محمد انصاری هستند. سلام مجدد استاد. علیکم السلام. استاد، بیشتر بحث خیلی خوب داشتیم، ازش یک سوال خیلی کوچک دارم. شما درباره مناسک حج حرف میزدین و عبادات و اذکار که در ایام حج و در موقع حج گفته میشه. استاد، بعضی از این مثال ها رو میتین از این اذکار که بیانگر توحید می باشه؟ بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که بهترین و افضلترین دعایی که من به همه انبیای قبل از من گفتیم کدام دعا است؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. نزدیک به لبیک الله بود. گفتم حج همش شعار توحید است و دوری از شرک. ببینید چرا همه انبیا این شعار رو دادن؟ شعار توحید رو چرا همه انبیا دادن؟ زیرا هدف همه انبیا، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید و ما نفرستادیم هیچ پیامبری را مگر اینکه دعوت بدن مردم را به سوی چی؟ حق. لا اله الا الله. هدف همه پیامبران، ارسال همه پیامبران چی بود؟ لا اله الا الله. پدر بیشترین پیامبران اولوالعزم کی است؟ ابراهیم علیه السلام. بله. حج خاطره و به اصطلاح عملی است که اساس و بنیاد آن را کی گذاشت؟ ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم میگن ابراهیم یک امتی بود.
ابراهیم به تنهایی خودش یک امت بود. ما الان میگیم که یا بگیم که به فارسی بگیم یک ملت بود. درست. مثلا گرچه امت از ملت بالاتر است، مثلا ما میگیم ملت افغانستان و امت اسلامی. بله. ملت یک محدوده ای که در یک جغرافیای ویژه خاصی با یک زبان و عادات و تقالید خاص زندگی بکنن. درست. امت مجموعی از انسان‌هایی که دارای یک فکر باشند، دارای یک ایدئولوژی باشند، مثل اسلام، میگیم امت اسلامی. بله. حالا میگه ابراهیم به تنهایی، یک ابراهیم شاید 60-70 کیلو بیشتر وزن نداشت یا 100 کیلو بگیم نهایتش. ابراهیم یک انسان، الله متعال میگه این یک امت است. یا در عامیانه میگم که 1 کیلو باش مرد باش. بله. بعضی مردم لباسش ببینی شاید 3-4 هزار دلار قیمتش باشه، وزنش ببینی 100 کیلو وزن داره، موره، چشم، قد و قواره رو ببینید، عینک‌ها رو ببینید، ساعت رو ببینید 20-25 هزار دلار قیمت داره. اما این انسان $1 خودش ارزش نداره در معنویت، در روحانیت. ابراهیم علیه السلام به تنهایی خودش یک امتی است. ابراهیم علیه السلام کسی است که به امر الله سبحانه و تعالی این خانه را آباد میکنه. بله. خانه را که آباد کرد، الله سبحانه و تعالی به ابراهیم میگه ای ابراهیم ندا کن و اذن فی الناس بالحج. ای ابراهیم صدا کن که مردم بیان به طرف حج. ابراهیم گفت یا الله، من و پسرم اسماعیل، همسرم، 3 نفر در اینجا، ما صدا کنیم صدای ما به کجا میرسه؟ کی میشنوه؟ الله متعال ابراهیم تو صدا کن رساندنش با ما. چون فطرت همه بشر، فطرت همه ما فطرت توحیدی است. چرا؟ چون در روز ازل همه مخلوقات رو که الله سبحانه و تعالی آفرید، بله، همه انسانها رو آفرید، از اونها تعهد گرفت. میگن در روز الست. این روز الست میفهمید یعنی چی؟ الله پرسید الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ کل امی بشری که امروز میبینین، امی ملحد، امی سیکولار، امی بیدین، امی آتیست، فلان، اینا همه اینا در اونجا روحشان در اونجا همه شهادت دادن، گفتن بله یا رب تو پروردگار ما هستی. به خاطر همون است که امروز هر کافری که مسلمان میشه احساس آرامش میکنه. چرا؟ چون روح و جسم در یک به اصطلاح اعتقاد با هم برابر موافق میشن. بله. این موافق شدن روح و جسم با هم چی میشه؟ به انسان آرامش میده. انسان گناه میکنه آرامش نداره. چرا؟ روح انسان گناه رو دوست نداره، جسم انسان دوست داره، هوا و هوس انسان دوست داره. انسان عبادت میکنه آرام میشه. این آرامش از کجا میاد؟ این آرامش از جسم نمیاد، از روح میاد. ببین ما 2 چیز داریم در زندگی، یکی آسایش داریم، یکی آرامش داریم. آسایش رو شما میتوانید با پول بخرید. ماشین خوب خریدی آسایش داری، خانه خوب خریدی آسایش داری، در 3-4 تا بانک حساب باز کردی، میلیون ها دلار داشتی آسایش داری. خدمتکار برای تو هست، راننده هست، بله. شرکت داری، لباسای شیک میپوشی، غذای خوب همه اینا آسایش است. آسایش نیاز جسم است، بله. آرامش نیست. طرف بازیگر فیلم است، در یک فیلم مثلا میلیارد گرفته، فوتبالیست است، میلیونر است، اما این انسان همیشه شکایت میکنه، زنش طلاق میده، مشکلات خانوادگی داره، آخرش مثل خواننده معروف پاپ با شراب و با مواد مخدر خودکشی میکنه. بله. مگه او خواننده معروف پاپ چی کم داشت؟ امروز شاید 10,000 نفر از پولی که او داشت امروز دارن استفاده میکنن. درست. چرا او آرامش نداشت؟ چون روح آرام نبود. روح که آرام نبود انسان آرامش نداره. برعکس میبینی در یک کلبه فقیری که حتی یک بایسکل هم نداره، دوچرخه هم نداره، بله. بارانه که میشه سقف خانهش چکک میکنه، غذای خوبم نداره، شاید از 3 وعده غذا 1 وعده، هم میبینی با یک آرامشی دارن زندگی میکنن. آسایش ندارن اما آرامش دارن. روح انسان نیاز به آرامش داره، جسم انسان
نیاز به آسایش داره. وقتی اینها با هم یک هدف داشته باشن، در اون وقت است که انسان چی میشه؟ انسان سعادتمند میشه. درست. سعادت وقتی میاد که روح انسان بر شهوات انسان، بر هوا و هوس انسان حاکم شود و انسان در کنار آسایش دنیایی، ما نمیگیم که آسایش دنیایی نیاز نیست، نیاز است. کیست که حرام کرده الله سبحانه؟ کیست که حرام کرده است لذت ها و نعمت های الله سبحانه و تعالی را در روی زمین؟ درست. کسی حرام نکرده. منتها انسان نباید که انسان دنیایی باشه، چون اصل ما از اینجا نیست. ما به عنوان رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند به عنوان یک مسافر در این دنیا آمدیم، 4 روز در اونجا زندگی میکنیم، پس دوباره میریم. همونطوری که در شروع صحبت ها گفتیم، این حج یک سفر است. بله. سفری است که همه اعتقادات ما، جسم ما، هوا و هوس ما، روح ما، همه رو میخواد الله سبحانه و تعالی ریستارت بکنه. کامپیوترت مشکل ایجاد میکنه، چه در هاردور چه در سافتور، چیکار میکنی؟ سویچش میزنیم، ریستارت میکنی. به خاطر چی؟ دوباره یک نفس بکشه، دوباره ویندوز بالا بیاد، دوباره کامپیوتر از صفر شروع بشه. بله. حج همین است. به خاطر همین ببینید کلام پیامبر صلی الله علیه و خیلی دقیق است. کسی که حج بکنه، گناه نکنه، مرتکب اعمال زشت نشه، مانند این است که دوباره از مادر تولد. یعنی چی؟ یعنی انسان دوباره ریستارت شده. شما دوباره با یک انرژی جدید، با یک عقیده‌ای که صفر شده همه اون اعتقادات باطل، دوباره موحد و یکتاپرست شدید. اعمال زشتی که انجام داده بودی گذاشته، همه پاک شده، هارد دیسک صفر، ویروس ها همه از بین رفته است. انسان الان پاک و تمیز، ماننده که روزی که از مادر تولد شده. انسان چی گناه کرده؟ هیچ. چه اشتباهات اعتقادی و فکری و جسمی انجام داده؟ هیچ. به همون شکل از حج انسان برمیگرده، به شرط اینکه انسان هوا و هوس رو در حج قربانی بکنه. یک سوال از شما میپرسم، حاضر هستی که فرزندتو گردنشو ببری؟ بکشی؟ هیچ وقت. ابراهیم علیه السلام الله متعال در خواب به او امر میکنه که ای ابراهیم، برو فرزندت را قربانی کن. 1 شب، 2 شب، 3 شب. ابراهیم چیکار میکنه؟ فرزندش رو صدا میکنه، ای اسماعیل بیا اینجا. اسماعیلی که در سن پیری، خداوند یک فرزند داد، نه از هاجر به ابراهیم علیه السلام، اونم در پیری، در عمر مثلا 60-70 سالگی. درست. این پدرایی که در خداوند بهشون فرزند نده بعد یک دفعه صاحب فرزند شدن، چقدر فرزند دوست می داشته باشن. واقعا فرزندی که ابراهیم مثل جانش رو دوست داره. خدا میگه بگی فرزندت قربانی بکن. هدف الله سبحانه و تعالی کشتن اسماعیل نیست. هدف امتحان ابراهیم است. ای که ابراهیم یک امت شد، مفت که نشد، از همه چیز گذشت. بله. اولین کاری که کرد چیکار کرد؟ بت‌ها را شکست. چه میگه ابراهیم بت شکن؟ پدرش که بت پرست بود و بت ساز بود، از او اعلان براءت کرد. آسان است که انسان از پدرش اعلان براءت بکنه. و تو را دین، تو را راهت، مرا دین، مرا راه. تو به من کار نداشته باش، ما به تو کار ندارم. آسان است همین چیز؟ نه خیلی. بعد از اونم بیاد یک فرزند یک دانه ای که الله به تو داده، ایره بیا در کجا؟ در سرزمین بی آب و علف عربستان امروزی در حجاز، در اینجا بیا ایره قربانی بکن. چاقو رو گرفت، اسماعیل علیه السلام هم با خودش گرفت، برد در کجا؟ در سرزمین منای امروزی. گفت داستان‌های زیادی در این مورد هست، تفاسیر به آمده است، اما سعت و سقمش تا چه اندازه است، اما اصل بر این است که فرزند خدا خواست قربانی بکنه. بله. حتی میگن که وقتی که اسماعیل علیه السلام رو میخواست که به روی زمین بخوابانه، مثل گوسفند سرش رو ببره، گفت که چشمای من رو ببند. گفت که چرا؟ گفت که نمیخوام چشم تو به چشم من بیفته یا چشم من به چشم تو بیفته. این حس پدری تو سبب بشه که نتونی این فرمان خدا رو اجرا بکنی. میه با پسر مشوره میکنه، میگه پسرم، میگه من در خواب دیدم که تو رو میخوام ذبح بکنم، که انه وحی الهی است. پسر چی میگه؟ نمیگه که
پدر شاید خوابای چیز باشه، شیطانی باشه و فلان باشه، میفهمه که پدرش نبی است، پیامبر است، خوابش خواب شیطانی نیست، خواب انبیا وحی است. میگه که پدر حاضر هستم، خدمت حاضر هستم، بسم الله شروع کن. میرن شروع میکنه آمادگی بگیره که پسرش رو چیکار بکنه، ذبح بکنه. که الله سبحانه و تعالی گوسفندی رو میفرسته که امروزی که شعائر حج چی است؟ ذبح کردن گوسفند. شما حج میکنی، بعد از اون وقتی که حج تمام شد، از عرفات به مزدلفه، از مزدلفه به منی برگشتی، صبح اول عید چیکار میکنی؟ میری یک گوسفند قربانی میکنی. در همه جهان اسلام مسلمان ها دمون روز، در همون ساعتی که مردم حجاج در اونجا گوسفند قربانی میکنن، در همون ساعت، در همون لحظه همه ما چی میکنیم؟ ما هم گوسفند قربانی میکنیم. نشانه چی هست این قربانی؟ قربان کردن هوا و هوس، قربان کردن دنیا در مقابل پروردگار. درست. پروردگار نمیگه از دنیا استفاده نکنین، از دنیا استفاده بکنین، اما این دنیا سر شما حاکم نشود. هر جایی که دین مطرح شد نفست رو قربان بکن، هر جایی که دین مطرح شد دنیای خودت رو فدا بکن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. جنت رفتن آسان که نیست، باید هم جانت رو، هم نفست رو، هم مالت رو در راه خدا قربان بکنی تا که وارد جنت بشی. پس انسانی که هوا و هوس خودش رو، این فلسفه قربانی کردن این است که تو با پول خودت، این پولی که زحمت کشیدی پیدا کردی، چقدر دوستش داری، بله. 1 روپیه رو گم بکنی چقدر افسوس میخوری. خیلی. طرف میلیونر است اما 1 روپیش بی جا گم بشه زورش میده. میری یک گوسفند، یک گاوی رو با قیمت آنچنانی میخری، بعد اونو ذبح میکنی، بعد گوشت اونو بین فقرا تقسیم میکنی، یک چیز انده که برای خودت هم نگه میداری. یعنی چی؟ خدایا من این پول دنیا رو، این مال دنیا رو، این هوس دنیا رو، همه اینا رو سر میبرم. هدف فقط سربریدن یک گاو و گوسفند نیست، هدف سربریدن هوا و هوسی است که در درون انسان است. چون این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون سنتی که ابراهیم علیه السلام انجام داد. بعد از اون نکته مهم، به درس مهمی که در حج هست، در داستان ابراهیم علیه السلام است، فرمانبرداری از الله و رسول است، بدون چون و چرا. الله گفته فلان کار را بکن، چشم، آمنا سلمنا. الله گفته که پسرت قربانی بکن، بدون تردد. نه پسر نه پدر تردد نمی کنن. الله سبحانه و تعالی گفته حج بکن، همه دنیای تو رها میکنی میری به حج. الله گفته که فلان روز در فلان جا برو وایستا، میری در اونجا در میدان عرفات وای میستی. الله گفته شبش در مزدلفه بگذران، میری در مزدلفه میگذرانی. الله گفته که روز بعدش برو در منی قربانی بکن، میری قربانی میکنی. این کاکلا و موهایی رو که ما چقدر به او اهتمام میدیم، شانه میزنیم، جلهای رقم استفاده میکنیم، شامپو بخواد یک تار موش بریزه، می آه مویم داره میریزه، ویتامین استفاده بکن، فلان استفاده بکن. میری این موی به این زیبایی رو که به تو قیافه زیبا داده، تو رو چقدر قشنگ کرده، چقدر مردم چه خوب موی داره، میری این مو رو دست با تیغ میتراشی. این یعنی چی؟ یعنی پروردگارم گفته که تو موی تو بتراش، چشم میتراشم. زیباییم در اینجا برای من مهم نیست، این که مردم به من بخندن، این که مردم به من بگن شکل قوارش چی شده، این مهم نیست. مهم این است که من دستور پروردگارم که امروز صبح بعد از قربانی کردن به من گفته باید موهای خودتو بتراشی. درست. یعنی حج مدرسه است که انسان رو تعلیم میده به توحید. گفتیم شعار حج تعلیم میده به فداکاری و ایثار و قربانی کردن هوای نفس، قربانی کردن. انسان رو تعلیم میده به این که انسان یعنی امر الله و رسولش رو عملی بکنه بدون چون و چرا. شما حج رفتی گفته میتونی والله هوا خیلی گرمه، همیشه شب و روز مثلا در عرفات درجه حرارت شاید 40-45 درجه باشه. بله. طول روز از صبح تا مغرب زیر آفتاب 40-45 درجه هوا، رطوبت، غذای آنچنانی نیست،
آب آنچنان نیست. هست، ما نمیگیم این نعمت ها نیست، اما در بین 2-3 میلیون نفر به دنبال یک آب رفتن. مثلا تجاربی که ما در حج داریم، یعنی یک روزی با خانواده حج میکردیم، فقط به خاطر خریدن آب از خیمه خارج شدیم، تا آب رو خریدیم، تا راه رو گم کرده بودیم، تا خیمه رو پیدا کردیم، آمدیم که بعد از ظهر شده بود. 4-5 ساعت وقت انسان ضایع شد فقط به خاطر. ببینید این صحرا و این سختی ها و این مشکلات، همه اینا رو ما به خاطر چی میکشیم؟ به خاطر امتثال امر الله سبحانه و تعالی. گفته حج بکن، چشم حج میکنیم. اینجا ببینید 2 میلیون 3 میلیون نفر سر یک خط ایستادن. بله. یک خط. اینجا نوشته از این طرف خط انتهای عرفات، 1 سانتی متر آن طرفتر تابلوی دیگری است شروع مزدلفه. در سر همین خط، پشت همین خط همه ایستادن. منتظر چی هستن میدونی؟ منتظر این هستن که آفتاب غروب بکنه که اینا قدم بردارن برن به طرف مزدلفه. قبل از غروب آفتاب، یعنی قبل از اذان مغرب، یک قدم از این خط پیش رفتی حجت باطل است. او سال دیگه حجت باطل شد، سال دیگه باید دوباره خرج بکنی، از سر باید حج قضایی انجام بدی. یک خط است. سر این خط ایستاده شدن و منتظر غروب ماندن یعنی چی؟ یعنی که جایی که حدود الله هست، جایی که خط قرمزها هست، اونجا بایست. تلک حدود الله، این حد الله سبحانه و تعالی است. بله. یگان ترمیه که والا من در هیچ کس به اجازه نمیدم که از خط قرمزهای زندگی من بگذرد، ولو که پدر و مادرم باشه. درست. یعنی چی؟ یعنی تو برای خودت یک حد مرزی در زندگی خودت تعیین کردی که به هیچ کس اجازه نمیدی که از این بگذرن. این حد و مرز کی درست کرده؟ الله. این خط رو درست کرده، در اینجا به تو گفته که از این خط اگر پایت اون طرف گذاشتی قبل از مغرب و دوباره برنگشتی حجت باطل است. بخاطر همین همه اینجا ایستادن. بعد از اون از عرفات حرکت میکنی در یک دشت بی آب و علفی که غیر از سنگریزه هیچی دیگری نیست. درست. مزدلفه اسمش است. شب رو در اونجا باور به خدا بکنید در خیمه خوابیدیم که در اونجا علامه هم بوده، امیرم بوده، بله. وزیرم بوده، رئیسم بوده. میفهمی روی چه خوابیدن مردم؟ نخیر. روی سنگ. ما در افغانی جغل بهش میگیم. بله. سنگریزایی که بله. روی جغل. زیر سرشون چی رو گذاشتن میفهمی؟ نخیر. یکی شانته خودش رو گذاشته، یکی بکس دستی خود گذاشته. اکثر مردم همون کفشایی را که میپوشن، کفشای مخصوصی که در وقت همون با هم یک جا زیر سرشون گذاشتن. بله. این یعنی چی؟ یعنی در روز حشر همه شما در یک صحرا همینطوری جمع میشید. در اونجا کسی صدا نمیکنه که جناب حضرت شیخ المشایخ بفرمایید شما اینجا پیشتر در صف اول ایستاده شوید. کسی اونجا صدا نمیکنه که فضیلت مآب، جلالت مآب، شاه شاهان، رئیس جمهور عالی قدر، جناب وزیر صاحب، جناب رئیس صاحب، بله. بفرمایید شما اینجا در صف اول مبلای لوکس، چوکای لوکس گذاشتن، اینجا بفرمایید بشینید. درست. همه همونطور مثل روزی که از مادر تولد شدن همه اونجا منتظرن. منتظر چی هن؟ منتظر حساب و کتاب. همه این مراسم درس است برای ما که این روزی که امروز تو آمدی اینجا، امروزی که اینجا آمدی و در این دشت اینطوری خوابیدی، در حقیقت یک روزی آمدنی است. این تمثیل همان روز است. درست. این نمونه از آن روز است، نمونه بسیار کوچک. سبحان الله. در اون روز پروردگار متعال صدا میکنه که لمن الملک اليوم، پادشاه کی است امروز؟ همین رئیس جمهورها، پادشاه ها، از فرعون و هامان و نمرود گرفته الی یومنا هذا تا روز قیامت، همه تواقیت و ملوک و پادشاه ها و همه بزرگا وایستادن. خداوند میگه لمن الملک اليوم، پادشاه کی است امروز؟ هیچ کس جرأت جواب دادن هم نداره.
هیچ کس صدایش بلند نمیشه. میفهمی کی جواب میده؟ خودش جواب میده. لله الواحد القهار. هیچ کس جرأت نمیکنه که جواب بده. گاهی اوقات دیدین در یک مجلسی هست یک انسان بزرگی صحبت میکنه، اگه سوالی رم بکنه کسی جرأت جواب دادن نداره. درست. ولله مثل الاعلی. الله سبحانه و تعالی که پادشاهی آسمان ها و زمین و همه کائنات در دست اوست. الله سبحانه و تعالی همه این تعیین اوقات، تعیین حد و مرزها، اذکار، شعارهایی که در حج است، همه اینها به ما درس توحید میده. درس توحید که در اون نهفته هست اطاعت از الله و رسول است. اطیع الله و اطیع الرسول. الله سبحانه و تعالی گفته حج بکنید، ما لبیک گفتیم نه، آمدیم. حج رو به کدام روش انجام میدیم؟ به روش رسول الله صلی الله علیه وسلم. چرا؟ چون که به ما گفته که خذوا عنی مناسککم، روش حجتان را از من بگیرید. ما با دل خود حج نمی کنیم. چرا در سر مرز اونجا وایستادیم منتظر هستیم؟ چون رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که این حدود عرفات است، از اینجا پایتون اون طرف نگذاریم. همه اینا رو انجام دادیم در حج، همه این کارا رو کردیم. بعد از اینکه برگشتیم به خانه و زندگی ما، خرچم کردیم، یک ماه رو در این سختی و مشکلات هم گذراندیم. الان باید این مدرسه‌ای که ما در این درس خواندیم، درس توحید و درس اطاعت و فرمانبرداری رو، آیا شهادتنامه‌ای که از این مدرسه گرفتیم، دیپلمی که از این مدرسه گرفتیم، لیسانسی که از این مدرسه گرفتیم، این به درد زندگی ما باید بخوره یا نخوره؟ باید بخوره. مثل که یک دانشجویی بره 4 سال دانشگاه بخونه یا پانتون بخونه، بعد از 4 سال تخصص مثلا بگیره در طب، در انجینری، در اقتصاد، در اداره، بعد از اون بره مثلا در شارواری مشغول جمع کردن آشغال بشه. مردم چی میگن به این میگن انسان عاقل؟ تو 7 سال طب خواندی یا 4 سال مثلا اقتصاد خواندی یا 4 سال اداره خواندی، آخرش آمدی آشغال جمع میکنی مثلا در شهرداری، در بلدیه؟ پس این یک انسان نورمال نیست، انسان عاقل نیست. حج ما در اونجا رفتیم، همه مناسک و شعائر حج رو طبق سنت پیامبر انجام دادیم، به ما یک دیپلم دادن در اونجا. درست. دیپلمی که ما از مدرسه حج به عنوان یک موحد و یک تاپرست مطیع الله و رسول فارغ شدیم. الان در زندگی ما هر عملی که انجام میدی تو باید یاد امان خطی بیفتی که در عرفات بود، که یک خطی کشیده شده بود، نوشته بود حدود عرفات. بله. چطور سر اون خط ایستاده بودی، یک قدم پیش نمیماندی که حجم خراب نشه؟ پس بعد از حج باید در هر کار زندگی خود این خط رو به یاد داشته باشی. درست. که من یک خطی در زندگی خودم دارم که این خط نافرمانی الله است. بله. از این خط پایم را آن طرف گذاشتم، حجم خراب می شود. اگر در زندگی خودت هرگاه توجهت به طرف غیر الله شد، شعار حج رو به یاد بیاری که لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اگر هر وقت در زندگیت هوا و هوس تو رو به طرف گناه، به طرف زنا، به طرف شراب، به طرف مال حرام، به طرف اینا تو رو دعوت کرد، وسوسه کرد، به یاد بیاری که در منا در روز 10 ذوالحجه چی کردی؟ هوا و هوس رو در اونجا قربانی کردی. درست. شیطان رو زدی. شیطان زدن به معنی نیست که بعضی از وطندار ما چبلی رو میکشد الله اکبر، شیطان فکر میکنه که به سر شیطان میخوره، شیطان زخمی میشه. اگر بانو که اسلحه همه شیطان رو زدن، خب اگر اینطوری بود خب یک بمب اونجا میگذاشتن، جمرات منفجر میکردن، شیطان از بین میرفت و مردم راحت میشدن. این سنگ زدن، این علامت تحقیر شیطان است. این علامت این است که تو رو از خودم میرانم، تو رو از خودم دور میکنم. در اونجا اون نماد شیطان است، شیطان حقیقی در اونجا نیست. درست. شما با این کارت میگی که من بعد از این که لبیک گفتم، چون بعد از شیطان سنگ زدن دیگه لبیک خلاص میشه، بعد از او اذکار عید شروع میشه.
درست. بعد از روز دهم دیگه کسی نمیگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. بعد از اون الله اکبر شروع میشه و این سنگ رو میزنی چی میگی؟ ای شیطان فلان فلان شده؟ نه، الله اکبر. این سنگ رو پرتاب میکنی میگی الله اکبر. این الله اکبر یعنی چی؟ یعنی پروردگار من بزرگ است، الله بزرگ است و من با این سنگی که شیطان رو میزنم او را از خودم دور میکنم، از زندگی خودم دور میکنم. همه این اعمالی که انجام میدیم باید در طول زندگی ما تطبیق شد. باور میکنید در هر کاری که در حج انجام میدی نمونه اون رو در زندگی خودت باید انجام بدی، روزانه باید انجام بدی. چیزی میخواستید بگید؟ استاد میخواستم بگم که واقعا بحث بود استاد، واقعا هر چقدر در باره ازی بگم که چقدر معلومات گرفتم، چقدر چیزای جدید باعث یک مجری من فکر کردم که یک لحظه من بیننده شما هستم. واقعا از این زاویه به حج دیده نشده و اگر انسان به این زاویه به حج ببینه واقعا نه تنها حج، همه عبادت های ما، حتی روزه مثلا. همین چند ماه پیش ما روزه گرفتیم. روزه گرفتیم در رمضان، چقدر آدمای خوب شده بودیم، چقدر گرسنه شده بودیم. نه احساس میکردیم که گرسنگی یعنی چی. چرا بعد از رمضان اون احساس رو نداریم؟ در حالی که بعد از رمضان هم باید اون احساس رو داشته باشیم. همون گرسنه‌ای که در رمضان تو بردی برای او غذا دادی، امروز هم گرسنه است، زندگیش تغییر نکرد. اما کسی که در رمضان محتاج بود در خانهش بردی مثلا آرد و برنج و روغن دادی، امروز هم محتاج است. چرا امروز به فکرش نیستیم؟ انشالله میباشیم. استاد خیلی تشکر از این که وقت گذاشتیم و با ما بودین. انشالله در قسمت دیگر با شما باز خواهیم. تشکر از این که شما با ما بودید. الله یبارک. عزیزان بیننده، این بود یکی از قسمت های دیگر، یکی از برنامه های دیگر رکن پنجم. تا دیدار دیگر، برنامه دیگر، مهمان دیگر. خدا حافظ و نگهدارتان. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا